باز هم از ادب خدمت دوستان بازی ویدیویی. ما تو چنل سامر تایم آیار قرار همین بازی سامر تایم سگا رو براتون انجام بدیم. هر کاراکتر رو به صورت ویدیوهای جداگونه براتون ضبط میکنیم و توی چنل یوتیوبمون قرار میدیم تا واسهتون هیچ مانع و مشکلی پیش نیاد. و هر مشکلی هم داشتین میتونین با ما ارتباط بگیرین توی کامنت ها و به ما بگین و ما براتون رفع کنیم. در ابتدا باید بگم که بازی سامر تایم سگا رو میتونین از سایتش دانلود کنین. سایتش رو من توی کپشن میذارم. بعد این بازی فقط نسخه اندروید، ویندوز و مک براش اومده، برای نسخه آیفون نداره بنابر سیاست های آیفون. بعد همینطور که تو همین اولین صفحه هم مشاهده میکنین بازی مثبت 18 هستش و اینجا باید تایید کنیم که 18 سال سن داریم. بعد اینکه میزنیم بعد برای کسی که اولین بار دارن بازی میکنن باید از بخش نیو گیم وارد بشن. کسانی که قبلا بازی کردن و سیوش کردن از لود گیم میتونن برن. اینم که بخش ستینگی که میتونین موزیک بازی، صدای بازی، صدا که آنچنان صدا خاصی نداره، بیشتر موزیکه. بعد سرعت تکست هایی که زیر نویس مکالمه هایی که انجام میدن میتونین کم و زیادش بکنین. بخش نزدم بیرون اشتباه شد. اینجا میگه بخش یه ویندوز مود و فول اسکرین داره که بیشتر برای نسخه ویندوزش بیاد میخواد. توی اندروید کارایی فکر نکنم داشته باشه. توی این قسمت همه کاراکترهایی که توی این بازی باشون سر کار دارین رو میتونیم ببینیم. خب من نمیرم داخلش که چی نخوره، شاید ویدیومون توسط یوتیوب حذف بشه، من نمیریم داخلش. این چیز مهم نیست. این که تو خروج میریم تو بخش نیو گیم. اینجا میخواد که اسم کاراکترتون رو انتخاب کنین که ما همون اسم پیش‌فرض رو پیش میریم. تو این 3 قسمت داریم که باید انتخاب کنیم که کدوم نوع بازی رو میخواین انجام بدین. کلینگ گیم به این صورت هستش که شما فقط مقدار کمی پول دارین، $20 کلا پول دارین موقع استارت کار. بعد توی بازی یه سری مینی گیم بهتون میده که باید انجام بدین. توی این بخش خودتون باید انجام بدین. بعد هیچ خونه ای هم برایتون باز نیست، باید خودتون هر بخش که میرین جلو واسهتون یکی یکی باز میشه. توی این مود یک جوری انگار این که هک شده است. مینی گیم ها همه اسکیپ میشن و میرن، رد میشن. بعد پول خیلی زیادی دارین، تقریبا $100,000 پول دارین. بعد اینم که به این صورت است که خیلی از خونه و مکان ها براتون همون اول بازی باز میشه. اینم که این بخشم که به این صورت هستش که اصلا هیچ دردسری نداریم برای اینکه تلاش کنین ماموریت ها رو انجام بدین تا به اون خواستتون برسین. همین مستقیم همه کارا انجام شده است، فقط شما میتونید به این ارتباط برقرار کنید. ما چون نمیخوایم آنچنان برای آموزش دادن بخوایم از همین بخش میریم داخل. آنچنان با اون فرقی نداره، پول بیشتری داریم. قسمت ها رو رد میکنیم. همین اول کاری میریم راه رو. این خانم خواهر این پسر ما و باید شما اینجا براش اسم انتخاب کنیم. من یک ذره تصویر رو بسته میکنم چون ممکنه که ویدیومون حذف بشه توسط یوتیوب. بخاطر این باید چیکار کنیم؟ یه ذره سانسورش کنیم. اینجا ما با همون اسم پیش میریم پایین. آشپزخونه ایشون مادر این کاراکتر ما هستن. بعد واسه ایشون هم باید اسم انتخاب کنیم که ما همون انتخاب میکنیم. اینجا خونه دوست
کاراکترمون باز شده، باید بریم اونجا. از این بخش باید میریم توی نقشمون، همونطور که میبینین همه جا تقریبا قفله بجز 2 تا خونه. این خونه اریک دوست کاراکترمونه. مدرسه باز شد، باید بریم قفل مدرسه باز شد. می مدرسه میا یه کاراکتری که رفیق کاراکتر ما و یه استوری خودش رو داره که ما هر کدوم از این کاراکترها رو به صورت جداگونه واسهتون ویدیوش رو درست میکنیم و تو چنل قرار میدیم. روکسی هم از همون افراد مدیر مدرسه. باید بریم به اتاقش. از این بخش کوین بیشتر تو قسمت ورزشی و باشگاه به ما کمک میکنه. اینو هم رد میکنیم و میریم. باشگاه باز شد همین الان، قفلش برامون باز شد. میریم سراغ خانم نمراتمون خیلی خوب نیست، باید نمراتمون رو بیاریم بالا که با همونطور که ارتباطمون رو با معلمون پیش میبریم نمراتمون رو بهتر میشه. میریم سر کمد، گفتمون اگه کلیدمون اگه بده برش بده. میریم جودیت، چیز مهمی نیست، آنچنان داستان خاصی با جودیت نداریم. اینجا من باید یه قسمت تصویر کات کنم، سانسور باید بشه. خودتون اومدین میبینین، رد میکنیم. میریم تو زمین بسکتبال. من اینا رو سریعتر میزنم تا تایم ویدیو اونچنان بالا نره. برمیگردیم میریم کلاس زبان فرانسوی. یکی از معلمای ماست. اوه یکی دیگر از کاراکترهای ما که کاراکتری که یه تصمیم گیری مهمی در جلو که موقع در ویدیو خودش بهتون میگم اون تصمیم گیری چیه. باید واسش تقریبا روی دو راهی باید گیر کنین و انتخاب کنین کدوم مسیر برین. اینجا بعد اینکه از مدرسه اومدیم بیرون، اریک اینجا به ما یه پیشنهاد کار میده. ما میریم خونه خانم دین. اینجا باید تو مزرعه‌اش کار کنیم، پول نسبتا خوب میده. بیل شکسته، باید بریم از داخل گاراژمون بیلو برداریم و بیاریم. چون چیزی برای گفتن چون نیست. از این میزنم که سریعتر رد بشه، تایم ویدیو بالا نره. خب برمیگردیم. یه نوبت اینجا براش کار میکنیم تا خودتونم درک کنیم. بعضی از میوه ها هم اگه بزنیم بهتون پول میده. این مثلا کدو، انگور، این چیزا رو بزنین هم بهتون پول میده. حالا تموم شد. اینجا هم نقداً دستمزد ما رو پرداخت میکنه. خب برمیگردیم و میریم خونه. اینجا باید یه مکالمه ریزی بکنیم در حال تلفن صحبت کردن. بعد از تلفن صحبت کردن اینم از این. خب این تقریبا روز اول تموم شد. میریم بخوابیم. یه نکته میمونه که باید بهتون بگم، اینم اسلیپ. همین الان میبینید بعد از چیا برامون باز شد. جای زیادی باز نشد ولی خب خیلی باز شد. یه نکته میمونه، اونم سیف کردن بازیه، چون مطمئنا تو یه بار نمیتونین همش انجام بدین. از این
بخش پایین سیو رو میزنین. اینجا تو این خونه میتونین انتخاب کنیم. من بعضی از چیام دادام حذف شده، بخاطر اینا رو نمیتونم انتخاب کنم بازی کنم. مثلا من همین اولی رو انتخاب میکنم، هر اسمی که میخوایم میتونین روش بذاریم و بعدش هم این دکمه بزنین سیو میشه. خیلی ممنون که تو این ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. وقتتون بخیر.